با سلام و عرض تحیت به پیشگاه مقام عظمای ولایت قاسم هو ترکیده به اباء هو جریده و با سلام به روان روانی حاج قاسم سلیمانی جسم هو متلاشی و بنده سردار حاجی زاده آمپر هو چسبیده در خدمت شما هستم تا گزارشی از انتقام سخت علیه پایگاه های استکبار جهانی که دهان عظما را آسفالتی رو خدمتون ارائه کنم. ما تصمیم این انتقام سخت رو وقتی گرفتیم که صبیه حاج قاسم، یعنی همون زینبشون، زیزیگلو، به من گفت عمو حاجی بابام ترکید. من به عمو بشار و دایی نصرالله هم گفتم کی انتقامشو میگیرید، که من دیگه اونجا تحملم طاقتی و گفتم